اینکه همیشه برنامه کمکمون باشه توی ادیت عکس‌ها و تدوین فیلم هامون برای ما خیلی خوبه. سلام، در نهمین سری ترفندها من میخوام به شما برنامه فرمات فکتوری معرفی کنم که این برنامه دنیایی از ابزارها رو برای صداها، تصاویر و ویدیوها داره. امکانات این برنامه رو من بخوام به شما بگم، یکی از مهمترین امکاناتش فشرده سازی و تبدیل فرمت ها به همه که میشه از طریق این برنامه تصاویر، ویدیو و صداها رو به فرمت های مختلف تغییر داد، یا اینکه فیلم ها رو به فرمت های صوتی تبدیل کرد و به صورت صوتی استفاده بکنیم. از قسمتی که برای ادیت ویدیوها داره میتونیم برای کات کردن ویدیوها، قطع کردن صدای ویدیوها، افزودن صدای دیگه به ویدیوها و اضافه کردن زیرنویس به ویدیوها استفاده کرد. یکی دیگه از امکانات این برنامه این هست که میتونیم ویدیوها رو از طریق اسکرین رکوردی که داره ضبط کنیم و با فرمت مد نظرمون به حجمی که میخوایم پخش کنیم. یکی دیگه از امکاناتی که این برنامه داره این هست که میتونیم حجم فایل ها و ویدیوها و تصاویر رو از طریق برنامه کم بکنیم. یکی دیگه از قابلیت هایی که این برنامه داره این هست که میتونیم یک صدا و فیلم رو به هم بچسبونیم و یک فایل جدا درست کنیم. لینک دانلود داخل کپشنه و میتونید از طریق اون برنامه رو دانلود کنید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر ما را ساب کنید.